در خونمون یه خورده عکس و فیلم بگیرم، گفتم یه ویدیویی هم بگیرم و راجع به این بیزینس آنلاین باهاتون صحبت کنم. من راجع به این بیزینس توی پیج هم صحبت کردم و نگرانی تعدادی از شما عزیزان این هستش که میپرسید آیا حتما باید از ویدیوهای خودم و از تصویر خودم استفاده کنم برای تولید محتوا؟ باید بهتون بگم که نه، اصلا نیازی نیستش که شما از تصویر خودتون استفاده کنید و یا ویدیو بگیرید و تولید محتوا کنید. راه‌های خیلی زیادی هستش برای تولید محتوا که همه اونها تو قسمت ترینینگ به شما آموزش داده میشه. من ملیحه داوودی هستم از ونکوور کانادا. شماره وبسایتم رو براتون گذاشتم، اسم و ایمیلتون رو برام بفرستید، با من در تماس باشید و اطلاعات بگیرید راجع به این بیزینس آنلاین. شاید به درد شما هم بخوره. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.